به نظرتون عضو 8 BTS چه کسی قرار بود باشه؟ قبل از اینکه ویدیو رو ببینی چنل ما رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن. یکی از علاقه‌مندان تقریبا مشهور به نام کیم جی هون که سالهای نوجوانی خودش رو با یکی از بزرگترین گروه کیپاپ به نام BTS بود شروع به تمرین و رقص و آواز خواندن کرد. اون پس از مصاحبه‌ای که با وایس داشت در این مصاحبه نظرش رو به اشتراک گذاشت و گفت اون توسط یکی از استخدام کننده های کیپاپ مورد شناسایی قرار گرفته. اون از همین فرصت استفاده کرد و در سن 18 سالگی همراه با 7 پسر دیگر کارآموز شد. همچنین اون در بریک دانسی استعداد داشت و امیدوار بود که همراه گروه BTS میتونه کارش رو ادامه بده، ولی در نهایت توسط مدیریت از گروه بیرون انداخته شد. ولی اون شکست نخورد و راهش رو ادامه داد و موفق شد. اون از استعدادهای دیگه‌ای هم که داشت در یوتیوب با نام مستعار بیتون برای مردم به اشتراک گذاشت و از اون راه به موفقیت رسید. حالا نظرتون چیه؟ به نظرم گناه داشت، اما شاید که از گروه نمیرفت BTS سرنوشتش عوض میشد. شما چی فکر میکنید؟